نسلی آریانم، ملتی کیانم، رستمی زمانم، من تاجیکم. کوهی سربلندم، کاخی بگزندم، شاد و ارجمندم، من تاجیکم. رودی پرخروشم، وارثی کروشم، باری خود بدوشم، من تاجیکم. اهل علم و دینم، پاک سرزمینم، چشمی کم نبینم، من تاجیکم. خلقی تاج دارم، باز خاک سارم، کینه ندارم، من تاجیکم. تاجیک مرد بود، مرد بیماند، تاجدار و خون سر بیماند. تاجیک مرد بود، مرد بیماند، تاجدار و خون سر بیماند. با دلی گشاد و مهر و اعتماد، دوستی اهلی درد بیماند. با دلی گشاد و مهر و اعتماد، دوستی اهلی درد بیماند. عصرها گداها مالی من ربودند، دشمنانم آخر مرد هم نبودند. هرچی هم که بودند، گرچه هم حسودند، با زبانی من لک الله میسودند. در میانی سنگ ها خش را گداختم، من به ملکی هیچ کس هرگز نتاختم. سالها بسوختم، تا وطن بساختم، سازی شش مقامم، تا فلک نواختم. تاجیک مرد بود، مرد بیماند، تاجدار و خون سر بیماند. تاجیک مرد بود، مرد بیماند، تاجدار و خون سر بیماند. با دلی گشاد و مهر و اعتماد، دوستی اهلی درد بیماند. با دلی گشاد و مهر و اعتماد، دوستی اهلی درد بیماند. همین نصرت الله مخصوم چرا کشتند؟ چرا قهرمان است؟ چون که نصرت الله مخصوم وقتی که رئیس جمهوری تاجیکستان شد فرمان صادر کرد که در این تاجیکستان به زبان تاجیکی گپ زنید. انا برای همین از مسکو گفتن این ملتگرا است، این کشته شود. یعنی برای همین مسئله کشته شد. بنابراین امروز ما در همین منبر به زبان تاجیکی گپ زدیم. رفته نه تنها در این منبر، در منبر سازمان ملل متحد به تاجیکی گپ زدیم. این تنتنه آرمان نصرت الله مخصوم. بنابراین ما میگیم که همین که وقتی پیشوای ملت در اونجا رفت، گویا خود رودکی، فردوسی، خود نصرت الله مخصوم، خود شیرین شاه، شاه تیمور در اون منبر بر اومده گپ زد. انا هم خیلی اگر فهمید شما میدونید که به چی مشکل این روز فرا رسید. خلق بزرگوار و قهرمان من از خرد و بزرگ تو از زمین تا آسمان منت دارم و در نزد بزرگی و شهامت، تلاش و متانت، غیرت و همت و زحمت صادقانه و صاف دلانه هر یک فرد تو سری تعظیم فرو